بریم با هم با قلیون تو ماشینی هوکا آشنا شیم. این قلیون که میبینید شبیه به یه قمقمه است، یه قلیون تو ماشینیه از برند هوکا. یه انبار هم کنارش داره. این قلیون اصلا جایگیر نیست و خیلی راحت و جمع جوره و راحت میتونید با خودتون هر جایی که دلتون خواست ببرید و ازش استفاده کنید. همونطور که تا اینجای ویدیو دیدید و متوجه شدید تمام اجزایش قابل جدا شدنه و به راحتی میتونید شستشو بدید قلیونتون رو. شیلنگ سیلیکونی که داره بدون اینکه جایی بگیره به این شکل داخل خود قلیون جا داده میشه و دستشو که اول ویدیو دیدید به این شکل نصبش میکنید. به جای آب میتونید داخلش هر نوع آب میوه، شیر یا انرژیزایی که دوست دارید اضافه کنید و طعم خاصش رو تجربه کنید. هر بار هم میتونید از یه تنباکو استفاده کنید. این قسمت برای آبشه، اینم شکاری کاره. آب پر میکنید تا اینجا، خیلی شیک بسته میشه. بعد تنباکوتون رو در این قسمت قرار میدین. تنباکو رو که در این قسمت قرار دادین، اینجا زغالش رو جا میزنید به اندازه 2-3 تا از این زغال مربعی های کوچیک میذارید روی کار. بعد این درش رو میبندید. اینو که بستید دیگه تو هر دست اندازی برید یا به هر اندازه سرعت برید، خطر اینکه زغال ماشینتون رو بسوزونه وجود نداره. این شیلنگ جمع جور هم داره، همونجور که در اول ویدیو دیدین داخل کار جمع میشه زمانی که میخوان جمع کنید. به این شکل نصب میشه و اینو میذاری توی لیوانه ماشین. اگه پراید 132 و اینجور چیزا داری راحت 2 تا جا میشه، اما اگه راه نداری هر جای ماشین دلت بخواد میتونی بذاریش. کام میگیری و لذت رو میبری. بدرود.